قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. بلقیس رو به اعضای مجلس شورا کرد و گفت: ای بزرگان و صاحب نظران، رأی خود را در این کار مهم برای من ابراز دارید که من هیچ کار مهمی را بدون حضور و نظر شما انجام نداده ام. قالوا نحن اولو قوة و اولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. گفتند ما از هر لحاظ قدرت و قوت داریم و در جنگ تند و سرسخت می باشیم. فرمان فرمان توست، بنگر که چه فرمان می دهی. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. گفت پادشاهان هنگامی که وارد منطقه آبادی شوند آن را به تباهی و ویرانی میکشانند و عزیزان اهل آنجا را خوار و پست میگردانند. اصلاً پیوسته شاهان چنین میکنند. و اینی مرسلة الیهم بهدیة فناظرة بما یرجع المرسلون. من برای صلح و ساز و جلوگیری از خرابی ها و خونریزی ها هیئتی را به پیش آنان میفرستم همراه با تحفه‌ای تا ببینم فرستادگان ما از پذیرش ارمغان یا نپذیرفتن آن و چیزهای دیگر چه خبری با خود می آورند تا برابر آن عمل کنیم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهدیتکم تفرحون. هنگامی که رئیس و گوینده فرستادگان به پیش سلیمان رسید و هدیه را تقدیم داشت، سلیمان شاکرانه گفت: می‌خواهید مرا از لحاظ دارایی و اموال کمک کنید و با آن فریبم دهید؟ چیزهایی را که خدا به من عطا فرموده است بسی ارزشمند و بهتر از چیزهایی است که خدا به شما داده است و من نیازی بدین اموال ندارم، بلکه این شمایید که نیازمند دارایی و اموال هستید و به هدیه خود شادمان و خوشحالید، زیرا شما تنها به بودن این دنیا معتقدید و سخت به وسایل زندگی و رفاه آن دل بسته اید، ولی ما بدین جهان و آن جهان باور داریم و اینجا را پلی برای رسیدن به سعادت آنجا می‌دانیم. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم
منها أذلة وهم صاغرون. به سوی ایشان بازگرد و بدیشان بگو که ما با لشکرهایی به سراغ آنان می آییم که قدرت مقابله با آنها را نداشته باشند و ایشان را از آن شهر و دیار سبا به گونه خار و زار در عین حقارت بیرون میرانیم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سلیمان خطاب به حاضران گفت ای بزرگان، کدام یک از شما میتواند تخت او را پیش من حاضر آورد قبل از آنکه آنان نزد من بیایند و تسلیم شوند، تا بدین وسیله با قدرت شگرفی رویاروی گردند و دعوت ما را بپذیرند. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. عفریتی از جنیان گفت من آن را برای تو حاضر می آورم پیش از اینکه مجلس به پایان برسد و تو از جای برخیزی و من بر آن توانا و امین هستم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. کسی که علم و دانشی از کتاب داشت گفت من تخت بلقیس را پیش از آنکه چشم بر همزنی نزد تو خواهم آورد. هنگامی که سلیمان تخت را پیش خود آماده دید گفت این از فضل و لطف پروردگار من است، این همه قدرت و نعمت به من عطا فرموده است تا مرا بیازماید که آیا شکر نعمت او را به جای می آورم یا ناسپاسی می کنم. هر کس که سپاسگزاری کند تنها به سود خویش سپاسگزاری می کند و هر کس که ناسپاسی کند پروردگار من بی نیاز از سپاس او و صاحب کرم است و سفره کریمانه انعام خود را از شکرگزار و ناشکر قطع نمی کند. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. سلیمان گفت تخت او را با تغییرات محل برخی از زینتالات و رنگ و روغن ظاهری ناشناخته کنید تا ببینم متوجه می شود که تخت اوست یا جزو کسانی خواهد بود که پی نمی برند که این خود آن تخت است. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.
هنگامی که او بدانجا رسید و تخت خود را با وجود آن همه مسافت و درهای بسته و محافظان کاخ سلطنت مشاهده کرد و بدان خیره شد. از سوی یکی از همراهان بدو گفته شد: آیا تخت تو این گونه است و این همان تخت نیست؟ گفت: انگار این همان است، اما پیش از این معجزه هم با مشاهده کار هدهد و شنیدن چیزهایی از قاصدان خود از حقانیت سلیمان آگاهی یافته و از زمره منقادان و تسلیم شدگان بوده ایم و چندان نیازی به این معجزه جدید نبود. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرین. و معبودهایی که به جای خدا می پرستید او را از پرستش خدا باز داشته بود. او هم از زمره قوم کافر خود بود. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بعد از مشاهده تخت خود بدو گفته شد: داخل کاخ عظیم سلیمان شو. هنگامی که صحنه شیشه‌ای آن را دید گمان برد که آب عمیقی است، چرا که ماهی‌ها در آن شنا می کردند. ساق پاهای خود را برهنه کرد تا از آب عبور کند و جامه‌های درازش تر نشود. سلیمان بدو گفت: حیات قصر از بلور صاف ساخته شده است. بلقیس از دم و دستگاه سلیمان شگفت زده شد و سلطنت و قدرت مادی و معنوی خود را در برابر فرمانروایی و توانایی و دارایی سلیمان ناچیز دید. دل خود را متوجه خالق جهان کرد و گفت: پروردگارا، من به خود ستم کرده ام و گول کفر و غرور شاهی را خورده ام و همینک پشیمانم و با سلیمان خیشتن را تسلیم پروردگار جهانیان می دارم و به پیغمبری او اقرار می نمایم و تو را به یگانگی می ستایم.